فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون مریم نوشتن که سلام، من شیعه بودم، از نمازهای سنت و نافله خبر ندارم، میشه مختصر توضیح بدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نمازهایی که هستند 5 وقت نماز فرض که همه میدونند که 5 وقت نماز فرض هست که تفاوتی نداره میان شیعه و سنی. تنها تفاوتی که وجود داره در اوقات خوندنشون هست، اما در تعداد نمازها که 5 نماز هست و در 5 وقت باید خونده بشه که شیعه 2 تا را با هم دیگر جمع میکنند که مجموعاً در 3 وقت اینها را میخونند. منتها بر این اتفاق هست در دین مبین اسلام که نمازهای فرض 5 وقت هست و نمازهای سنتی که وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم پایبند اونها بوده همیشه و فرمودند هر کسی که بر این 12 رکعت، یعنی به صورت 12 رکعت هستند که هر کسی بر اینها این 12 رکعت ان شاء الله پایداری بکند، مواظبت بکند، وارد بهشت خواهد شد. که این سنت ها عبارتند از این که 2 رکعت قبل از نماز فجر هست، قبل از این که فجر نماز فرض را بخونند 2 رکعت، و نماز ظهر هم 4 رکعت قبل از نماز ظهر، 2 رکعت بعد از نماز ظهر، و همچنین نماز عشا که 2 رکعت، نماز مغرب که 2 رکعت بعد از نماز مغرب و 2 رکعت بعد از نماز عشا، به اضافه نماز وتری که بعد از نماز عشا خونده میشه که اون هم در شریعت اسلامی چندین روش و کیفیت بیان شده برای نماز وتر که حداقلش 1 رکعت و نهایتا تا 9 رکعت هم میشود که نماز وتر را بخونه. بله. در مورد نوافل، آیا نوافل که یعنی 1 درجه پایینتر از نمازهای سنت هست و که این سنن رواتب هستند، نماز نفل یک چیزی هست که آزاد هست برای همه مسلمان. هر کسی به اندازه توان خودش نماز بخواند، هر مقداری که میتواند و در هر وقتی که میتواند، منهای اوقات ممنوعی که وجود داره. زیرا که ما اوقات ممنوعی داریم که بعد از خواندن نماز فجر، یعنی بعد از این که انسان نماز فجر را خون تا زمان طلوع آفتاب که آفتاب به اندازه 1 نیزه بالا اومده، تا این وقت ممنوع هست، نباید نماز بخونن. و وقتی که عین وقت طلوع آفتاب هست وقت دیگری هست، و عین وقتی که به اصطلاح خورشید وسط آسمان هست و وقت استوا هست، و دقیقاً وقت غروب، و بعد از نماز عصر وقتی که نماز عصر را ادا کردن تا وقت مغرب. اینا به صورت کلی 5 وقت هستند که در این اوقات نماز خوندن جایز نیست مگر نمازی که سبب داشته باشه. سبب داشته باشه به این معنی که یکی مثلا وضو گرفته میخواد تحیت الوضو بخواند، یا وارد مسجد شده میخواد که تحیت المسجد بخواند، یا بیادش اومد که نمازی از اون قضا شده میتونه در این اوقات بخواند. اما نماز نفل مطلقی رو که سببی نداره در هر وقتی که میتواند بخواند. و نماز نفل اساساً یک مکملی هست برای نمازهای فرض که در روز قیامت الله متعال اون کسانی که نمازهای فرضشون ناقص بوده و در خشوع و خضوع اون نماز نقصی بوده، شاید در آداب و سنن اون نمازی مقداری کوتاهی کرده و نقصانی وجود داشته، به وسیله نمازهای نفل نماز فرض رو الله متعال در واقع تکمیل می‌کند. و یکی از موارد بسیار مهمی که سبب تقرب به درگاه الله متعال می‌شود خوندن نمازهای نفلی هست، یعنی غیر از نمازهای فرض و نمازهای سنت رواتب که 12 رکعت هستند که خدمت شما عرض کردم. در حدیثی قدسی رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید به نقل از خداوند متعال که ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیه، که بنده من برای تقرب به من اعمالی را انجام نمیدهد که نزد من محبوب تر باشند از اعمالی که به عنوان عبادت فرضی من به اونها بر بنده هم فرض کردم. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، و بنده من با نفلها، نمازهای نفلی، روزهای نفلی، زکات و صدقات نفلی، حج و در واقع عمره نفلی به اندازه‌ای به من نزدیک می شود تا اینکه من او را دوست خواهم داشت. و در ادامه روایت اومده که نهایتاً بنده محبوب الله متعال می شود به صورتی که دست و زبان و پای و تمام جوارح این انسان در واقع طبق مراد الله متعال حرکت می کند.